این برنامه با حمایت هتل قصر کابل زیبا تقدیم شما می شود. ما همراه دوستای خود میخوایم بیاییم. اتاقای ما به شکل اساسی و اصلی ساخته شده که به معیار فعلی که مردم استفاده میکنه در دیگر کشورها و در سطح بالاتر قرار داره. مردم راضی هستند، هیچ کس شکایت نداره. دوستای عزیز، در این هتل که ما آمدیم بعضی دوستا رو دیدیم، پرسان کردیم، واقعا تعریف و توصیف زیاده. از شاگردایشان، برخوردشان، اخلاق خود هتلی، انصاف، در نظر گرفتن انصاف، حالا که میفهمیم جیبا کلش خالی است. خب بیاییم ببینیم که اتاقای شما چی امکانات داره. اتاقای ما به شکل اصلی. سپاس از همراهی شما. هتل قصر کابل زیبا میزبان لحظه های خوش شما. شماره تماس 0793 500 741. هتل قصر کابل زیبا، آسایش، کیفیت و مهمان نوازی. من با چشمای خودم دیدم که مادرم کشت. من با چشمای خودم دیدم که مادرم کشت. من با چشمای خودم دیدم که مادرم کشت. من از تو نفرت دارم. من از تو نفرت دارم. نفرت. من هیچ کاری رو بخشیده نمیتونم. من هیچ کاری رو بخشیده نمیتونم. چی جرم کردی بادار؟ حادثه کردم. فامیل از بچه اکرانه آمدم زندان. تو چی جرم کردی که تو اینجا آمدم؟ ای رفیق، همیشه یک زندگی خوش داشتم.
سلام به پیر دربار. و علیکم سلام. خانگل جان، اینا پدر مادر چیزی دارم ندارم؟ اینا خیلی مردم غریبی بودن. پیر از اینا معلم بود، میخواست مادر از اینا رو عملیات کنه، مجبور شد اینا رو بفروخت. 11 بجه بیا پلاخ بابا. تو خب میفهمی که ما آدم خوش معامله هم. 11 بجه رفیق، 11 بجه و 1 دقیقه هم نشه. خدا حافظ. شال کی می تو که پرده در نام خدا ایتو که فهمیدی کلی تخل کن فهمیدی چه داره؟ این طرف آدم اسبگاب میفهمه، پس همون طرف. تو مرا یاد میتی؟ من تو رو یاد نمیتم، من تو رو میفهمانم. آفرین. امروز زیاد کار کردی. آفرین آفرین. چرا کار نکردی؟ چرا کار نکردی؟ اگه دیگه دفعه کار نکردی شمای تو رو بکشم، فهمیدی؟ برای برو.
نامت چیست؟ نمیفهمم. نام پدرت چی؟ نمیفهمم. از کجاستی؟ نمیفهمم. همراه ما کار میکنی؟ ما را نان میتی؟ هر چی بخوای برات میتم. پر تو قولت که از ما و تو شد. باران جان چی بخرم بچیم برات؟ با اسکلاک برات بخرم. با اسکل خوش داری بچیم. بیا بالا. سلام رئیس. کی هستی؟ حرکت کو. کی هستی؟ دوست. چی میخوایی؟ پیسه. من پیسه ندارم. به لیاز خدا چه پوش دارم. مربک زاکه برم. گوشه کو. مرا کرد. شکار آمد. شیر هرچی شکار کنه خوراک گرگای بیابان دوستا. شیر که شکار میکنه همیشه پسماندهش گرگا میخوره. ما از گرگای جنگل نمیترسم. شما گرگای اهلیستین. بگی که از گشنگی نمونی. کسی که گوشت خام میخوره باید دندانش تیز باشه. دنبال کرای خانه آمدم خاله. آخه گفتم صبح یا دیگه صبح همون قرمام هم میایم پولی هم میدیم برای شما. بابا چی قومای صبح بیا و شام بیا ایده که نمیشه. من هر روز که اینجا آماده نمیتونم امروز صبح بیا. روز میرم صبح میام اگه کرای خونه مر ندیم. همه می وسایلا شما رو میریزم به این. من بیشتر از این دیگه کار ندارم. درسته. انا حال من میرم خدا. درسته. تو کی هستی؟ به خانه ما چی میکنی؟ برو بیرون. تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟
تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ چی میخوایی؟ مادرم یک تجار هستم. میخواستن مرا بکشن و پوله میبرن. دیدم که دروازه اولی باز است. ما آمدم داخل. آدم برا نیستم. با انسان شما را به زندگی فراموش نمی‌کنه. بچه مثل اولادم هستی. خدا ببخشید. جان مادر بشی چای بخور. مادر جان شما با پول نیاز دارید. خودت هم مثل مادرم هستی مادر. نه ضروریه بچه. غلام اولین بار است که پیش از من بیک آواز میکنی. چرا بچه؟ بابا ضرورت شد. جایی که پد شده بودم اونا با پول نیاز داشتن. دلم سوخت کمکشان کردم. غلام ما دزد هستیم، دزد. دل نداریم که به کس بسوزانیم و نه اینجا مؤسسه خیریه است که ما به کس کمک کنیم. نه بابا جای تو اونجا نیست. جای غلامت است. جای شاه اینجاست، جای غلام اونجا. شاه باید سر جای خود بشینه، غلام سر جای خود. شاه در خیالم که اینو مزید نیست. چطور؟ والا اما تو که میگی کجا بخیر بابا؟ بیشی چال غلامت هنوز باقی مانده. این چال من
رخ کن. این خون آوردیه و بلکه خیلی بردی. تشویش نکو، حال برات پرش میکنم. این درست نیه بازی و بلکه خیلی یک عادت به مرگ ماست که به صاف خود چال بره. در فیلم ها زیاد شنیدیم، آمدن به دست ما رفتن به دست شما. کدامتان شور بخورین مغزایتان آباد میکنم. بابا آریان؟ هی آریان کجا غرق هستی؟ میخواستی چیزی برام بگویی؟ چی شد نه؟ ستاره، از روز که تو را دیدیم روزها بیتاب است اما شبها بیخواب. مقصدت چیست؟ مقصدم این است که نه روز آرامش دارم و نه شب خوابم میبره. ها فهمیدم. تو با یک گلی خواب ضرورت داری. مادرم هم کاملا مثل تو است. او که شبها خوابش نمیبره یک گلی خواب میخوره. باز شبها آرام میخوابه و روزها اعصابش کاملا به جا است. دیوانه شدیم دیوانه. دیوانه شدی؟ خیلی چی میکنی؟ برو به علی آباد. ما دیوانه تو شدیم. دوستت دارم. غلام، هر اشغال جمع کرده در خانه چرا میاری بچیم؟ بابا گوشایم اینجاست، اینجا نیست. بگو چی میگی؟ بابا از خورترکی تا باله هر چی گفتی همه تو کدام، هر چی خواستی همه تو شد. این دفعه من از خودت چیزی میخوایم. یه همون دختر است که من در خانهشان پد شده بودم. یک بار، فقط یک بار به خاطر من خواستگاری برو. بابا من میگم رنگ ازی چرا پریده. غلام عاشق شده. عاشق عاشق. کفترت که سر با مار کشیش جایش قفس هست. عاشق شدی؟ جواب استی جواب. برو کبر. سرمی عاشق شدی؟ نه این مادرش هست. سلام. سلام، خوب هستین شما؟
خاله جان، شف نه شفتلو، چیزی که رسم رواج دنیاست. من در خواستگاری دخترتان آمدم. امیدوار هستم که غلام جان بچه‌مه به غلامیتان قبول. قبول نکنین. میفهمین من چه کار هستم؟ دوز، آدم کش، اختطافچی. اگر نه باز کلتانه میکشم. خاله جان زنده باشین. چی وقت پشت شیرینی باز بیاین؟ باز ما به شما خبر میدیم. خدا کنه به ما زود خبر بدین. غلام، فرهاد، بخی که بریم. بریم بابا. بله؟ مشنوی ستاره؟ آریان هستم. بله، من مادر ستاره هستم. سلام خاله جان. ستاره کجاست؟ بگه نام دختر رو به زبان نیاری. باز چی شده؟ بس همه بده. و دختر خدا به ما نمیدو. فهمیدی یا نه؟ یک گپ به گوشای باز بشنو. ستاره از ماست. فقط از من. اگه به کسی دیگه داده بودیش زنده نمیمانمت، میکشمت. خاله دختر تا با من میتی یا نه؟ و تو میم خاله دختر تا با من میتی یا نه؟ نه. ها یا نه؟ تو نگفتم نه. این طرف. پس همون طرف. سلام آریان، خانه ما چه کار میکنی؟ چرا اینقدر آرخطا هستی؟ آمده بودم که مادرت بفهمانم. به زبان خو نفهمی. به ای فهماندمش. به ای. خدا حافظ. مادرم چی کردی؟ مادر جان؟ مادر جان.
نشناختم محترم. لیکن من تو را بسیار خوب بشناسم. غلام جان، ما کریم محمدیار کارمند جنایی تو را با جرم قتل فاطمه نام دستگیر میکنم. بابا کار شد. این بود قصه زندگی من. خب بعد از اینکه از زندان بیرشی چی تصمیم داری؟ کسی که با زندگی ما بازی کرده زنده نمیکنمش، میکشمش. تو رفته میتونی. فامیل و بچه ابرا دادن. خداحافظ. با امید دیدار. بسیار میبخشین آمر صاحب اگر کدام تا گستاخی شد. وظیفه است. نه بچیم، تو وظیفه خود خوب انجام دادی. آفرین، تشکر است. فکر کنم یکی ما تعقیب میکنه. نگفتم بدون تفنگی کارو نمیشه. چون تو تفنگ نزن. یک نفر ما و تو 2 نفر. تو کی هستی؟ من خدمتگاری وطن، خدمتگاری مردم. وظیفه چیست؟ دستگیری شما. دوم ساران آمد، وطن دوست، پلیس جنایی. آمدیم که بچه را برام. پدر و مادرش منتظر است. چی؟ پلیس؟ دستا بالا، در بخوره. ای بچه که هست میهندم داره. تقریبا 6 سال سن داره. با گفته پدر از این 20 الی 21 روز میشه که بوده. بخیر قیبه. پدر از این نسر کسی شک داره. وانی هم خود کسی دشمنی.
غلام نفر خاص بابا غایر فردا و از زندان آزاد میشه. بابا من میگم رنگ ازی چرا پریده. غلام عاشق شده. عاشق من هیچ تو رو بخشیده نمیتونم. من از تو نفرت دارم. نفرت. غلام ما دوست هستیم، دوست. دل نداریم که به کس بسوزانیم. عاشق شدی؟ جواب هستی میریم. سلام برادر، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. راستش ما دین روز برادر اینجا میلا آمدیم. امی یک چرخ زدیم، پس آمدیم دیدیم بچه مانیه. از 12 و 30 دقیقه دیروز ما هیچ حال اول از بچه خود نداریم. ما بسیار پریشان هستیم. ای چی ربط به غیرت بروسلی داره؟ مقصد شما از این گپ چی بود؟ مقصدم ای بود که بچه از شما گم شده و آدرسش از ما پرسان میکنه. عجب از به خدا. ما آمدیم که از تو کمک بخوایم. ما نفهمیدیم که تو قادم کم حوصله هستی. کمک؟ این سرک مستقیم رفته، دست راست میپیچین، چهارراهی میه. چهارراهی را دست چپ دار میخورین، رادیو تلویزیون است. بفرمایین برادر. از راه اندازی این کمپاین توسط شورای قومی خروط ابراز سپاسگزاری نموده است و آنهایی که در این روند اشتراک نموده بودند نیز از این اقدام ستایش نموده و این را یک کمک بزرگ به فقرا اعلام کردند. ادامه اخبار از شبکه جهانی شنوتو. کی بود؟ میبخشین خانه غلام اینجیه؟ نه.
میبخشین خانه غلام؟ برادر عزیز گفتم نه. لطفاً دروازه را باز کنین، ما به کمک شما نیاز داریم. بفرمایید. چای میخورین یا جوز بیارم برای شما؟ چای خونه میخوریم. جوس میخوریم. چطور خانم؟ غلام با جرم قتل فاطمه مادر ستاره، دختری که غلام خواستگارش بود، بندی شده. بابا غایر، کسی که همه مردم فریب داده که دیگر زنده نیست و مرده، اما پلیس بازی دادن نمیتونه. غایر زنده هست. تو مرسل با نقش زن و شوهر وارد زندگی غلام شده تا که به مقصد اصلی یعنی بابا غایر برسه. غلام آزادی مبارک. تو کی هستی؟ ای که من کی هستم بعدا خود فهمیدی. گوش کو که من چی میگم. اگر میخوایی راجع به بابا و ستاره چیز بفهمی، فردا 2 بجه به آدرسی که میگم بیا. میشه بگوین من چی خدمت کردم میتونم؟ و ها متوجه باشین که غلام سر شما شک نکنه که شما پلیس هستین. ما به کمک شما نیاز داریم. من چی کمک کردم میتونم برای شما؟ امی که دیروز شما رو دیدیم گفتیم بچه ما گم شده، ما میفهمیم که شما میتونین ما رو کمک کنین به جستجو کردن، به پیدا کردن از بچه. من فقط یک خدمت دیگه برای شما کردم میتونم. اگر کرای تاکسی ندارین، موتر ما در خدمت شماست. خواهشانه دیگه مزاحم من نشین. نه تشکر، ما موتر داریم. چند سال یک سوال به ذهن منه، تا حال فرصت نشده بپرسم. بگو. دنیا چقدر پیشرفت کرده، اما شما هنوز از این خلیطه استفاده میکنی. چرا؟ این خلطه یک رازی است که از این بوی دستای برادرم میه. ما در خورترکی برادر خود گم کردیم. بسیار کوشش کردم که پیدایش کنم، همه نتونستم. نمیفهم که به کجاست برادرم. پس معذرت به پرسیدن این سوال شما را ناراحت کردم. نه مشکل نداره. این برنامه با حمایت هتل قصر کابل زیبا تقدیم شما می شود. ما همراه دوستای خود میخوایم بیاییم. اتاقای ما به شکل اساسی و اصلی ساخته شده که به معیار فعلی که مردم استفاده میکنه در دیگر کشورها در سطح بالاتر قرار داره. مردم راضی هستند، هیچ کس شکایت ندارند.
دوستای عزیز، در این هتل که ما آمدیم بعض دوستا را دیدیم، پرسان کردیم. واقعا تعریف و توصیف زیاده از شاگردایشان، برخوردشان، اخلاق خود هتلی، انصاف، در نظر گرفتن انصاف. حالا که میفهمیم جیبا کلش خالی است. خب بیاییم ببینیم که اتاقای شما چی امکانات دارد. امکانات اتاقای ما به شکل اصلی. سپاس از همراهی شما. هتل قصر کابل زیبا میزبان لحظه های خوش شما. شماره تماس 0793 500 741. هتل قصر کابل زیبا، آسایش، کیفیت و مهمان نوازی. فکر کنم شما 2 نفر در این 4 طرف وظیفه دارین. چطور؟ نه خیر، تو کدام گپ نیست. هر روز ما سرگردانیم، دنبال بچه خو میگردیم. میری بچم؟ نام شما چی است؟ غلام. مرا غلام میگن. غلام. نه، تو غلام نیستی. نام تو آریان است. حامد؟ تو آریان هستی. حامد؟ 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 آریان برادر گم شده ما. خوشحال شدم که تو برادر خود پیدا کردی، اما باید با امیر صاحب بگویم که غلام برادر تو است. تو از ما پرسان کرده بودی کی چی است؟ این آریان بیادر گم شدیم. ما بیادرم پیدا کردم. گوش کن غلام جان، برار تو سرگردان، خود تو هم پریشان. چند تا بچه خورد پیش ما هسته. فکر کنم یکی از اونا برارزاده تو باشه. اگر دوست داشتی معامله کنی پس منتظر زنگ تو هستم. بیشی تو کی هستی؟ پشتزی گپا نگرد. جانم در خطر است. گوش کو چی میگم برد؟ بگو گپتا. والا ستاره روسی کده و فعلا زنده است. فرهاد پیدا کن، همه چیز برات میگم. ادریس تو؟ ها من. تو خراجه با بابام با من چیزی میگفتی؟
بابا جنازه بابا را امروز خود ما از خانه کشیدیم. بابا قایر به ما گفت جنازهش از خانه بیرون کنیم تا هم همسایه بفهمن که بابا قایر مرده. بابا به ما گفته بود پیش از جنازه موتر داخل جنگل ببر. ادریس چطور کردی؟ همون چیزی که تو میگفتی همون تو کردیم. همسایه دیدن که جنازه از خانه بیرون کردیم. خاطر کار که من انجام داده بودم بابا بسیار خوش بود. اما من نمیفهمیدم که زیر کاسه نیم کاسه بود. اینجا قبرستان من نیست، قبرستان شماست. من فکر کردم که بابا قایر مرام که خود میبره. بابا من چی کنم؟ تو هم بمر. خدا نخواست که اون روز من بمرم. حامد جان بسیار پریشان معلوم میشی. فکر کنم بچه تا هنوز پیدا نشده. چطور؟ نه تا حالا پیدا نشده. بله یک دقیقه گوشی. گوش کو میشنوم. اون بچه که پیش شما است نامش چیست؟ میهان. یک لحظه. حامد جان نام بچه میهان است. بله اولالا. همون بچه را بر قیمتی که میشه ما از پیش شما میخوایم. قیمت از او خیلی زیاد است. حداقل باید یک بیگ پول جور کنیم. نام معامله رمز یک بکس کاغذ. کی به کجا؟ فردا ساعت 11 بجه. وقتش تو نه، باید من تعیین کنم. 11 نه 10. تشویش نکن جان. من چرا تشویش کنم؟ ده این معامله و هدف که میخواستم رسیدم. صبح ما ساعت 12 بجه بچه تا انشالله میارم. هیچ تشویش نکن. تشکر لالا. قابلش نیست. این فرضم است. میبخشی آمد جان. خواهش میکنم.
گوش که چی میگم؟ ساعت 11 نه. نام، معامله، رمز، یک بیت، کاغذ. درست. بایک کجاست؟ بایک داخل موتر است. بچه را برام. بایک به شما میتونم. صحیح است. بیا که بایک بتمد. بیگی بایک. دیر کرد. سلام علیکم عمر صاحب. کاکا جان جور خواستن او گارخانه شدن. نه جان کاکا، مجبور هستم. ایره بگو که تو چطور هستی؟ آریان تو اینجا چی میکنی؟ نه که به دیدن من خوش نشدی. چطور؟ چطور خوش نشدم؟ بسیار خوش شدم. ایره بگو که ستاره کجاست و بابا کجاست؟ بگو ستاره کجاست؟ بابا کجاست؟ بگو. گپ نزن زیاد. ستاره کجاست؟ بابا کجاست؟ بس بابا پدرم است، ستاره زنم. با تو چی؟ بابا کجاست؟ ستاره کجاست؟ از خورترکی تا باله. هر
چیزی را که ما خواستم نصیب تو شد. نصیب تو، اما ستاره از ما شد. یادت هست روز که خانهشان رفته؟ سلام خوشی جان. چی می‌خوایی؟ از دیدن دامادت خوش نشدی؟ داماد چی؟ با کسی که دخترت ندادی، اون تو را نکشت، اما با ما که دخترت میتی میکشم دو پیرکی. مادر ستاره را ما کشتم به خاطر که تو از سر رایم پس شوی. ستاره از ما شوه خانمم. خاموش خاموش خاموش. سلام کاکا جان. و علیکم قند کاکا. شما ریان هستین؟ بله ها بچه. این خط یک خانم بر شما داد. تشکر بچه. سلام آریان جان. خدا کنه که جور آرام باشی. بعد از اینکه تو به زندان رفتی کس اجباراً به همراه من عروسی کرد. به همین دلیل پیشت آمدن نتونستم. به خاطری که یک عمر بیگناه تو را پشت میله های زندان روان کردم. هیچگاه خود را بخشیدن نمیتونم. اگر امکان داره تو مرا ببخش. و ها یک چیز دیگه که من قاتل مادرم را شناختم. او کسی دیگر نیست جز همسفر زندگیم. شوهرم قاتل مادرم است. اگر امکان داره به این آدرس که نوشته کردم یک بار بیا و یا با این شماره به تماس شو و دیگه گپا را از نزدیک برایت خواهد گفتم. با احترام ستاره. بله؟ خوب شد که خانه آمدی. شما کی هستین؟ ما خسورت بابا قاهر. خبر شدم که اوریان به دیدنت می. تشویش نکو. پیش از که چیزی بگویی من دهانت بسته میکنم. چهار طرفت نگاه کو که مرگ انتظارت میکشه.
ستاره؟ ستاره؟ نرو این دروازه باز است. شاید پشت بام رفته باشه. بله بله ستاره میشنوی؟ بله آریان کجاستی؟ ستاره ستاره خوب شد آمه جان که بچه تا پیدا کردی که تشویش کده مرام دیوانه ساخته بدی. آدم خوش معامله شریک مال مردم است. بد معامله بس معامله. تو میهن خواستی ما برات میهن روان کردم، اما تو چرا این شخص روان کردی؟ این خواهد سامد است. آیا آمد برادر من یک پلیس است، اما چرا طالب ما چیز نگفته؟ اما نامرد تو چرا پلیس روان کردی؟ پس سر دو نفر ستاره
بعد 2 نفر رو بکشتم که هیچ ثبوتی نمانه. با بیچاره ادریس میخواست ما مراد بابا غیر برای تو بگویه، ما را مجبور سا. تو بچه مرا کشتی فرهاده جیگر گوشی مرا تو رو پیش از اون دفن میکنم. نه سلطان وقتش نیست. نه وقتش نیست. اگر مرد هستیم یک بار دستای آغاز کنید بازخواه دیده که کی را دفن میکنه. ریش سیاهی که سفید رنگ داده اینا را فریب دادی، من را فریب داده نمیده. بس سفید کردن ریش سیاه من تو را نه یا را نه تمام دنیا رو فریب دادیم. یک دکتر میایه او اجازه دیم بیای داخل. چاش دکتر اومد. برم با داخل بریم. یک رفع ضرورت میرم.
شریف احمد نگاه کن دکتر چرا دیر کرد. Kini kami maki. دکتر سید Kini شوخی نه. بله من در موقعیت ثابت شدم. آمر صاحب من داخل اقدام شوم. حتما هر چی عاجلتر مواظب خود باشی. مطلب گرفته شد. دکتر سید دکتر نیه. شور نمیخوری بابا. بالا کت سایتا. برو. تو میخواستی که مرا دفن کنی ها؟ اما این را فکر نکرده بودی که تو را کی دفن میکنه. غلام ما تو را کلام کردیم بچه، مرا نکش. ما هستم بچه، بابا قایر پدرت تو خورد بودی، ما تو را کلام کردیم. کدام پدر؟ همون پدره که مرا دوست تربیه کرد یا همون پدره که مرا قاتل کلان کرد؟ خوب کردی بچه که فراده کشتی، خواب دمی سرش، هر چی بخوای برات میتون. مرا نکش. آریان بهتر است که خدا به قانون بسپاری. اگر نه من فراموش خواد کردم که تو برادرم هستی. امروز تو را میکشم تا که نه دیگه کدام آریانه باشه و نه کدام غلام پیدا شوه. غلام صلاحیت به زمین بگذار، خود به ما تسلیم کن، جزای از زیر قانون میره. نه جزای زیر ما میتم.
این برنامه با حمایت هتل قصر کابل زیبا تقدیم شما می شود. ما همراه دوستای خود میخوایم بیاییم. اتاقای ما به شکل اساسی و اصلی ساخته شده که به معیار فعلی که مردم استفاده میکنه در دیگر کشورها و تا سطح بالاتر قرار داره. مردم راضی هستند، هیچ کس شکایت ندارن. دوستای عزیز، در این هتل که ما آمدیم بعض دوستا را دیدیم، پرسان کردیم، واقعا تعریف و توصیف زیاده. از شاگردایشان، برخوردشان، اخلاق خود هتلی، انصاف، در نظر گرفتن انصاف، حالا که میفهمیم زیبا کلش خالی است. خب بیاییم ببینیم که اتاقای شما چی امکانات دارد. اتاقای ما به شکل اصلی. سپاس از همراهی شما. هتل قصر کابل زیبا میزبان لحظه های خوش شما. شماره تماس 0793 500 741. هتل قصر کابل زیبا، آسایش، کیفیت و مهمان نوازی.